حزب استقلال کردستان دعوت ایران اینترنشنال برای مصاحبه با آشتیاکو پورکریم را رد کرد. آشتیاکو پورکریم، دبیر کل حزب استقلال کردستان، دعوت شبکه ایران اینترنشنال برای انجام مصاحبه و حضور در برنامه‌های این رسانه را رد کرد. این دعوت از سوی آقای علیاصغر رمضانپور، سردبیر خبری ایران اینترنشنال، برای دبیر کل حزب استقلال کردستان ارسال شده بود. سلام آقای پورکریم، خوبید شما؟ ببخشید مزاحم شدم. اسکر رمضانپور هستم، سردبیر خبری اینترنشنال. ما داریم یک برنامه کار میکنیم حول محور جریانات اخیر. میخواستم ببینم اگر امکانش رو داری یک نشستی با تیم تحریری ما داشته باشی، یک جمع‌بندی کنیم، در صورت امکان یک برنامه زنده در شبکه با شما انجام بشه. بچه‌ها با چند نفر صحبت کردن درباره یک پخش زنده. خیلی نمیخوام این موضوع گسترش پیدا کنه عزیز، میدونی که بعد دوست ندارم ناراحتی پیش بیاد. به خاطر همین مزاحمت شدم، گفتم قبلش بیای یک نشستی با تیم ما به صورت خصوصی آنلاین در حد 5 دقیقه داشته باشی. اگر مشکلی نبود ساعت پخش رو با هم هماهنگ میکنیم. فکر میکنم بهتر هست اینطوری. منتظر خبرت هستم جناب پورکریم. پورکریم پس از بررسی موضوع و مشورت با اعضای رهبری حزب در پاسخی رسمی اعلام کرد که با توجه به سیاست و رویکرد این رسانه در قبال مسئله ملی کرد، حق تعیین سرنوشت ملت کرد و استقلال کردستان، زمینه‌ای برای حضور حزب در برنامه‌های آن وجود ندارد. دبیر کل حزب استقلال کردستان در پاسخ خود به این رسانه نوشت: پس از بررسی و مشورت با اعضای رهبری حزب لازم می‌دانم موضع خود را روشن و صریح بیان کنم. با توجه به شناختی که از خط کلی ایران اینترنشنال و رویکرد سالهای گذشته این رسانه نسبت به مسئله ملی کرد، حق تعیین سرنوشت ملت کرد و استقلال کردستان داریم، ضرورتی برای حضور در برنامه‌های آن نمی‌بینیم. پورکریم در ادامه سیاست رسانه ایران اینترنشنال را ناسازگار با مبانی فکری، سیاسی و ملی حزب استقلال کردستان دانست و افزود: از نگاه ما رویکرد این رسانه در بسیاری از موارد در امتداد گفتمان تمرکزگرا و ایران محور و نزدیک به جریان‌های سلطنت طلب و فاشیسم ایرانی و پانفارسیزم قرار داشته است. جریان‌هایی که با حقوق ملی ملت‌های غیر فارس از جمله ملت کرد اختلافی بنیادین دارند. این رویکرد با اصول و اهداف حزب استقلال کردستان سازگار نیست. وی همچنین تأکید کرد که حزب استقلال کردستان برای حق تعیین سرنوشت استقلال کردستان، آزادی ملت کرد و به رسمیت شناختن هویت سیاسی و ملی ملت‌های تحت ستم مبارزه می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند در رسانه حضور یابد که به باور این حزب تاریخ، مبارزات، هویت و مطالبات ملی ملت کرد و دیگر ملت‌های غیر فارس را تحریف کرده یا زمینه چنین تحریفی را فراهم می‌سازد. آشتیاکو پورکریم در پایان اعلام کرد که این موضوع تنها به مصاحبه رسمی محدود نیست و حزب استقلال کردستان در شرایط کنونی هر گونه گفتگوی رسمی یا خصوصی با مسئولان این رسانه را رد می کند. او تصریح کرد: با احترام دعوت شما را برای هر گونه گفتگو، چه رسمی و چه خصوصی، نمیپذیریم و در برنامه‌های این رسانه شرکت نخواهیم کرد، مگر آنکه سیاست ایران اینترنشنال نسبت به مسئله کردستان، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و استقلال کردستان به صورت شفاف، عادلانه و محترمانه تغییر کند. این پاسخ رسمی با امضای آشتیاکو پورکریم، دبیر کل حزب استقلال کردستان، برای سردبیر خبری ایران اینترنشنال ارسال شده است.